سلام دوستان، چطورین؟ امروز بازی واچ داگز 2 انقدر درخواست دادین. این بیشترین بازی که درخواستی بود از این بازی بود. بازی واچ داگز 2 که حالا میریم با هم یه گیم پلی کوتاه 10 دقیقه با هم میزنیم. اینم نقشه بازی، مپ بازیه که بزرگ نسبتاً. شهر بر اساس سان فرانسیسکو ساخته شده این بازی. کلا اسم شهرش هم زده سان فرانسیسکو، ولی مثلا تو بازی جی تی ای وی میبینید لوس سانتوس بر اساس لس آنجلس ساخته شده، ولی اسم واقعیش نیست، زدن لوس سانتوس. ولی تو بازی واچ داگز 2 عملا اسمش سان فرانسیسکو. جالبه. خب اینجا هم دوستان یه جایی میبینید که تو بازی مشخصه، میتونید برید اونجا عکس بگیرین، بزنید تو صفحه اجتماعی لایک بخوره. اینا یه جایی هست که جای مشخصی هستش که میتونید برید ببینید. تو گوشیش برنامه زیاد داره. خب شخصیت ما هم که مارکوسه، یه سیاه‌پوست. تو واچ داگز 1 آیدن بود که تو جالب بدونید تو بازی واچ داگز 2 هست. تو یکی از ماموریت فرعی میرین که میتونید برین نجاتش بدین آیدن تو زندانه. الان میتونید با شخصیت مارکوس برین نجاتش بدین که من نجاتش دادم. البته اون بازی من خیلی جلو نرفتم، وقت نمیکنم واقعا، هنوز ماموریت اصلی انجام ندادم. یه گشت و گذاری تو شهر بزنیم که شما هم ببینید. بازی شبیه جی تی ای ویه دیگه، ولی خب جی تی ای وی به نظر من یه سر و گردن بالاتر از این بازیه. ولی این بازی واچ داگز 2 هم خوبه. خب شرکت سازنده هم که یوبی سافته که گیمر رو بهش میگن یوبی باگ. به نظرم حق دارم بگن یوبی باگ، چون بازیاش پر از باگه. خب اونجا که توی تایمای مشخص ببینید تو اینجا دیگه، یه موقعی هست یه موقعی نیست. این چه باحاله، کالیفرنیا. این اکثر اصلا من تو واقعیت دیدم، نمیدونم، خیلی برام آشناه. بریم اونجا یه سلفی بگیریم باش. آره. بازی باگ زیاد داره. البته باگش خب خیلی کم شده با آپدیت جدیدش، ولی میدونید مشکلش چیه؟ افت فریم زیاد داره. یه جایی اینقدر گرافیکش بالاه، یه جایی هم گرافیکش میاد پایین که اصلا تو اعصابه، میدونید. ولی راکستار دیگه، شرکت سازنده راکستار فوق العاده است. مثلا بازی جی تی ای وی سال 2013 ساخته، خارق العاده است. هنوزم داریم بازی میکنیم. خب آنلاین واچ داگز 2 هم من شنیدم خیلی خوبه، ولی آنلاینش بازی نکردم. خب یه موزیک هم بذاریم که گوش کنید، حالشو ببرین. آنلاینش بازی نکردم اصلا. اشتراک گلدم هم تموم شده، متاسفانه اشتراک گلدم تموم شده، نمیتونم آنلاین بازی کنم. خیلی جی تی ای وی آنلاین بازی میکردم، ولی الان دیگه باید همش آفلاین بازی کنم. خب بریم یه موتور سوار شیم، با موتورم چرخی بزنیم، شما ببینید لذت ببرین. مرسی کانال گیم اوور دنبال میکنید. کانال گیم اوور همیشه بهترینا رو بهتون ارائه میده. بریم ببینیم میرسیم. به هر حال اینجوریه دیگه. داریم میرسیم. آره داریم میرسیم. خب دیگه داریم میرسیم. او یس، بله رسیدیم. اکثر من نمیدونم کجا دیدم، خیلی آشناه. عکسش هم زده بود کالیفرنیا، نمیدونم چی. بعد سلفی بگیریم، میذاریم تو شبکه اجتماعی داره تو خود بازی. خیلی جالب، اونجا میان لایک میکنن، کامنت میذارن برات، خیلی باحاله. این اینستاگرام خودمون. بریم سلفی بگیریم. میتونین ژستتون رو تغییر بدین، با یه ژست خاص عکس بگیرین. باحاله. سرگرمی زیاد داره تو واچ داگز 2. حالا درسته گرافیکش یه موقع پایین میاد، ولی باحال در کل. چه ژستی گرفته مارکوس. خب عکس گرفتیم. چقدر لایک خورد؟ 12,000 تا لایک خورد. پشمام. خب جالبه. حالا بریم تو شبکه اجتماعی ببینیم چه جوری هست. این که گالریمونه، عکسی که گرفتم. ببینیم کی برام کامنت گذاشته، کی نذاشته. اینا ببینید خیلی باحاله. این چقدر لایک خورده، کامنت خورده. مثلا فرندامونن، دنبال کننده‌هامونن. باحال بازیش در کل. جالبه این چیزاش، قشنگه. خب این چی بابا؟ اینو نمیخوام در بیارم، اینقدر بازی نکردم اصلا یادم رفته، خدا وکیلی اصلا دنبال این چیزا نبودم. بابا اینو در نیار اسکل پلشت. آها میخواستم خود تفنگ بازی کنیم، خود تیراندازی کنیم.
کامپلیش هم ببینید. بخش تفنگش بد نیست، خوبه تیراندازیش، ولی خب بازم اینچنان خوبم نیست، آنچنان بدم نیست. میدونید پیشوری بگم معمولیه. خب میدونید که صحنه اینجوری میشه. پیشنهاد میکنم بازی کنید، بازی قشنگی اگه دارین. من میگم ماموریتش رو نرفتم، حالا یه ماموریت فرعی هم با هم میریم. ماموریت اصلیش رو میذارم توی ویدیوی دیگه، چون این ویدیو کوتاهه دیگه، میخوام 10 دقیقه بیشتر نشه. ماموریت اصلیش من خودم نرفتم، خیلی کم رفتم، وقت نمیکنم واقعا، کارام زیاد شده متاسفانه یا خوشبختانه، نمیدونم چی بگم. یه ماموریت فرعی هم میخوام بریم با هم ببینیم. مپش هم بزرگه، جای خیلی خوشگلی داره. حالا اینجا داریم میگردیم جاش زیاد جالب نیست، زشته. یه جایی از لب دریا، اونجا گرافیکش خیلی بالاتره. باحال، شهرش جای مختلفی داره، خیلی قشنگه به نظرم شهرش، ولی گرافیکش میتونست بالاتر باشه. خب یه ماشین بزنیم به بدن. خب بریم کجا دوستان؟ همجوری گفتم شهر بر اساس شهر سان فرانسیسکو آمریکا ساخته شده. خب اینم مپ بازی که خودم یه جای ماموریت جزئی، میگم جزئی فرعی یعنی چی داریم اینجا. خب آره میدین اگه مارک کنید میبینید که تو بازی هم نشون میده کدوم سمت باید بریم، خیلی خوبه. تو جی تی ای هم چیزی نیست، ولی میبینید که تو این هست، راحت میتونید زود پیدا کنید محل جایی که میخوایم برینو. خب داریم میرسیم رسیدیم. خب چقدر میگم خوب. خب بازم گفتم خب. فکر کنم شما الان منو فوش بدین دیگه، الان اگه این ویدیو رو نگاه کرده باشین انقدر گفتم خب. خب الان اینجاییم دیگه، بعد چیکار کنیم؟ آره باید بریم اونجا فکر کنم. چون مادرت الان داد نزد. خب آره اینم وا شد. اوه اینو چیکار میکنیم؟ باید بکشیم یه محمولش اینجا باید ورداریم فکر کنم. این جزء ماموریت اصلیه فکر کنم اگه اشتباه نکنم. میگم من خیلی کم بازی میکنم بازی واچ داگز 2 رو. آره خب پیکاپ اینو ورداریم. خب برداشتیم، فکر کنم ماموریت اصلی بودیم فکر میکنم. خب اینجا هم که باید بزنیم به چاک فکر کنم. این دنبالمونن. اینی چرا سوار میشم؟ منم اسکلم آره. ماشین خودمون. خب ماشین خودمون بریم آقا بریم. گازشو بگی بریم. مارکوس جان شخصیتش بد نیست مارکوس، ولی من آیدن رو خیلی دوست داشتم. میگن آیدن شخصیت سردی بود، من شخصیت سرد رو بیشتر دوست دارم. نمیدونم به رویه من بیشتر سازگاره، چون خودم هم شاید سردم به خاطر همینه. حالا اینجا مثلا دوست یه کاری هم میتونیم انجام بدیم. میتونیم مثلا تو بازی برقصیم، چیزایی که تو جی تی ای وی تو بخش آنلاینشه، ولی تو میبینید که تو واچ داگز 2 میتونید باز دوباره اینو آوردن بیرون، میتونید تو بخش آفلاینش برقصین، نمیدونم مسخره بازی در بیارین. ام پی سی ها واکنش نشون میدن. هوش مصنوعی بازی واقعا قویه به نظرم. هوش مصنوعی بازی خوبه، میان نگاه میکنن ازتون عکس میگیرن. حالا مثلا دارم میرقصم، مسخره بازی در میاریم. رقصم بلد نیست مارکوس. بریم جلو یارو کاری انجام بدیم ببینیم عکس العملش چیه. ای واتس اپ، چطوری اسکول؟ بذار خود ایسکاشو بگیریم. باحال میشه. مثلا داریم مسخرهش میکنیم مثلا. بذار بیشتر ایسکاشو بگیریم. یارو یه قاطی کرد اومد زد. بابا بمیر. پلشت مرد با 2 تا مش مرد پلش خان. خب
اینم از این. خب جلو این زنمی خود دلبری کنیم. این ما خوشش میتونیم بزنیم. این خوشش اومد شیطون. چه باحال داره مسخره هم میکنه بکنم. خب دوستان امیدوارم راضی باشیم تا ویدیوی بعدی. خدافظ.